اینو من خیلی کم اصلا تو رسانه تا حالا نگفتم، خیلی هم دوست نداشتم، اما این برای دخترای گلم میگم. بزرگتر که میشید خب تو اون جاهای حساسی که لازمه بابا باشه، اولا که همیشه هست، اونجا خودشون یه جورایی به شما نشون میده. من الان دارم میگم مثلا من میخواستم برم خواستگاری خانومم، مادرم که تماس گرفته بودن، مادر خانومم فرموده بودن که ما که خیلی وقت منتظر شماییم. ما چرا؟ گفتم شهید شما ببین کی اومده خواستگاری دختر ما. یعنی پدر من زودتر از مادرم رفته بود خواستگاری. مثلا خواب دیده بودن یا؟ بله مثلا خدا به من وقتی فرزند اول آقا محمد جواد رو میخواست عنایت کنه، من تو ذهنم محمد جواد بودا، اما دوست داشتم خانومم انتخاب کنه اسمشو. خانومم میگفت اسمشو بذاریم علی اکبر. گفتم باشه. یه روز اومدم خونه دیدم که حال خانومم یه جوریه. گفتم چت شده؟ گفت بابا رو خواب دیدم. گفتم بابا رو؟ آره. چون از اول من گله میکرد، میگفت این چه پدری ما داریم که از اون ما عروسش شدیم یه سر به ما نمیزنه. گفتم خب دیدیش؟ گفت آره. گفتم چطور؟ گفت اتفاقا اسم پسرمونم گذاشت. گفتم چطور؟ گفت من گفت اسمش محمد جواد. گفتم خب خدا رو شکر. یعنی اسم بچه‌م بابام گذاشت. بچه میبینید خیلی موقع من باور میکنید بعضی موقع تو هیئت میخوام بخونم، مخصوصا اولا که یه مقدار زلالتر بودم، الان دیگه متاسفانه پوسکلوف شدم دیگه. اون موقع یه ذره زلالتر بودم، حسش میکردم، جدا حسش میکردم، کاملا احساس میکردم که کنارم وامیسته، میخوام بخونم پیشم وامیسته، حواسش بهم هست.